هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، قبل از همه کل ساکنان ناحیه شهرستان را با افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جشن بزرگ مردم تاجیکستان و افتتاح مکتب نوبنیاد زمانوی را به استادان و آموزگاران و شاگردان این مؤسسه تعلیمی صمیمانه تبریک میگویم. بسیار مکتب با صفتی درجه عالی بنیاد شده است، با تمام تجهیزات و شرایط درجه عالی برای تحصیل هم برای خوانندگان هم برای آموزگاران مهیا کرده شده است. دیروز یک تا گیمنازیای دیگر در خود ناحیه به استفاده داده شد. این بسیار کار خوب است. ما پیش از همه غمی انسان را خوردن مانده کار، غمی نسل آینده که آنها سطح معرفت ناکیاشان بلند باشد. باعث خوشنودی است که ساکنان زحمتکرین ناحیه شهرستان در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های وطن محبوبمان در سال برای کشور واقعا تاریخی کارهای نظارسی آبادانی و سازندگی را وسعت بخشیده ایستادند. در حدود ناحیه تا امروز در 104 انشاءاتی به نقشه گرفته شده کارهای آبادانی و بنیادکاری به انجام رسانیده شدند. مکتب نوبنیاد رقم 19 که امروز در دهه آبادی برای 1240 نفر خواننده افتتاح گردید، نمونه زحمت سازنده ساکنان ناحیه شهرستان می باشد. در این مؤسسه تعلیمی برای خوانندگان و آموزگاران بهترین شرایط از جمله صبحخانه‌های برهوا، اتاق‌های مجهز فنی، مجلسگاه برای 250 نفر، آشخانه، تالار ورزش و دیگر حجره‌های یاری رسان مهیا کرده شدند. در دایره سفر کاری ما اینچنین باز یک مؤسسه تعلیمی نو گیمنازیای رقم 1 برای 480 خواننده که به طریق 8 شهر بنیاد شده است به استفاده سپارده شد. باید گفت که در دو مؤسسه نوی ذکر شده بیش از 100 نفر آموزگاران با جای کاری تأمین شدند. امروز در ناحیه یک لایحه بسیار مهم خط آب نوشابه برای با آبی با صفت تأمین نمودن 10,000 نفر ساکنان به استفاده سپارده شد و بعد ملاقات با شما باز یک چند کارخانه‌های 3 ساله دیگر نیست به استفاده داده می شود. حالا ما تا نزد شما آمدن شما گذاشتیم با فکرم با داخل همین دهه کوچه دهه را بسیار تعمیر زیبا کردن هم خیلی. اگر چی می شود که تمام کوچه های همین خود دهه مثل همین کوچه آباد باشه، چقدر زیبا، چقدر تازه آزاده. کی را نمیفارد جای تازه؟ کی را؟ این تاثیر میکند با تربیت فرزندان. خب سطح معرفت ناکی مردم میشود وطنمان آباد. اگر در 1 سال نتوانستیم، خب من یک کوچه را کردیم، هر سال اگر به شرط یک کوچه منم خیلی خیابانی روی کنیم میشود دهات خودی همین دهه آباد یا مرکزی ناحیه. ناحیه را من تأسیس دادم و امروز میبینم از آن سالی که در قریب زیاده از 20 سال چگونه آباد زیبا شده است. یک دهه بود، یک خواجگی کلانسالا میدانند، نه از برات داریم، نه کسالخانه داشتیم، نه یگان مسائل حاکمیت اجرایه. حاضر یک شهر شده است و چقدر زیبا. رحمت مردم که زحمت میکشد دهقانانی اصیل دارند، مسئله سبزکاری سبزاندن اینها بسیار خوب است. بسیار این محیط زیست را خوب تربیت سلامتی انسان در فایدهش کلان. این هم مدنیت و آداب خلق تاجیک است. واقعا باید گفت که ناحیه شهرستان زاده دوران استقلال می باشد و با در نظر داشت این از جانب حکومت مملکت در دوام سالهای صاحب استقلالی برای ترقیات ناحیه از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری
بیش از 2.5 میلیارد سومانی روانه گردیده است. از جمله در این دوره در نهایت 9 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 1.6 میلیارد سومانی عملی گردیده. حالا اجرای باز 7 لایحه اینفراساختوری ادامه دارد. حالا ما آبی آشامیدنی را برای 10,000 اهالی آبی آشامیدنی با صفت به استفاده دادیم. باز 11,000 اهالی دیگر بین 2 سال دیگر پورا با آبی با صفت آشامیدنی تامین می‌گردد، حتی دهات‌های نهایت. سال 2012 نقب شهرستان ساخته با استفاده داده شد که توسط آن ساکنان ناحیه شهرستان حالا با پایتخت مملکت رفت آمدی آزاد دارند. غیر از این 45 کیلومتر شاهراه بین المللی دوشنبه چناق از حدود ناحیه گذشته رابطه اهالی ناحیه شهرستان را با تمام منطقه‌های تاجیکستان و کشورهای همسایه در 4 فصل سال تامین کرده است. علاوه بر لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در دایره برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه شهرستان برای سالهای 2016-2020 73 لایحه با مبلغ 58 میلیون سومانی تطبیق شده است. در برنامه نوبتی برای سالهای 2021-2025 باز 114 لایحه با مبلغ 137 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است که با تطبیق آنها اینفراساختور ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی و شرایط زندگی ساکنان ناحیه خیلی بهتر خواهد شد. با مقصد تامین نمودن رشد منبع کشور و باز هم بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی اهالی، صنعت کنونی با سرعت را یکی از هدف‌های استراتژیک کشور اعلام کردیم. در این روند در شهر و ناحیه‌های کشور بنیاد کارخانه‌های استحصالی تا را وسعت گرفته ایستاده است. ضمناً خاطر نشان می‌سازم که تشکیل کارگاه و کارخانه‌های استحصالی یکی از راه‌های اساسی تأسیس جاهای نوی کاری برای ساکنان مملکت از جمله ناحیه شهرستان میباشد. در ناحیه شهرستان تا به امروز 11 کارخانه صنعتی فعالیت کرده. در 5 ماه سال 2021 در آنها همگی در حجم 15 میلیون سومانی محصولات صنعتی استحصال شده است که چنین وضع قانع کننده نیست. زیرا در ناحیه برای تأسیس کارگاه و کارخانه استحصالی از جمله جهت برآمدن کارکرد محصولات به استحصال مساله ساختمان تمام شرایط ضروری پیش از همه اشیاء خام، محصولات کشاورزی و راه‌های زمانوی برای انتقال مال و محصولات موجودند. طبق سفارش‌های قبلی ما در هر یک شهر و ناحیه باید کارگاه و کارخانه‌های دوزندگی در نوبت اول جهت استحصال لباس مکتبی تشکیل کرده. با همین راه برای زنان و دختران محلی جایهای کاری تأسیس داده شوند و طلبات خوانندگان با لباس مکتبی اساساً از حساب استحصالات خودی تأمین گردانیده شوند. لیکن طبق معلومات در 5 ماه سال جاری در ناحیه شهرستان همگی 1000 جو لباس مکتبی استحصال شده است که طلبات خوانندگان ناحیه را همگی 3.5% تأمین می‌کند. چنین حالت از رهبران و مسئولین اندیشیدن تدبیرهای فوری علاوه‌ای را تقاضا می‌نماید. موافق معلومات آماری حجم استحصال محصولات کشاورزی در ناحیه در 5 ماه سال جاری با 25 میلیون سومانی برابر گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 47% زیاد میباشد. این نشان دهنده البته قابل تحسین بوده. ضرور است که با در نظر داشت وضع جامعه جهانی با استفاده ثمرناک هر یک حجاب زمین از جمله زمین‌های پرزیدنتی و نزدی حولگی افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی، نگهداری و ذخیره مواد غذایی در هر یک عائله اعتبار جدی و دائمی داده شد. شهرستان بسیار اقلیم خوب دارد، کارتوشکای خوب میشن، باغ‌های خوب میشن، میوه‌های ناز دارد، شادبار دارد که صادرات کرده میشه، درآمدی بیشتر میگیرین. تاکیدهای من برای چی است؟ یعنی با تمام راه و وسیله ما سطح صفت زندگی اهالی را بهتر کنیم. ناحیه شهرستان برای رشد کارتوشکا پروری که نان دوم به حساب می رود امکانیت‌های زیاد دارد و ضرور است که به این مسئله اعتبار اولین درجه داده شود. با وجود آنکه میدان کشتی زراعت ها با حالت 1 یونیو سال 2021 77,000 گکتار را تشکیل کرده، نظر با همین دوره سال گذشته 17% شده است.
ولی دردمای کشت کارتوشا اجرا نگردیده است. رشد زنبوری اصل پروری دیگر سمت مهمی سوای کشاورزی در نوع شهرستان به حساب رفته. استحصال اصل در سال 2020 با زیاده از 28 تن رسانیده شده است که نسبت به سال 2019 زیاد می باشد. ولی با در نظر داشت اقلیم برای زنبوری اصل پروری بسیار مساعد و ذخیره‌های بزرگ گیاه رستنی‌های طبیعی این نشان دهنده حالا هم کم می باشد. رهبران و مسئولان نهایت در همکاری با صاحبکاران و خواجگی‌های دهقانی باید جهت زیاد نمودن عایله‌های زنبوری اصل، تشکیل نقطه‌های معاصر فروش اصل، تشکیل کارگاه‌های بسته‌بندی محصولات کشاورزی و افزایش صادرات آن تدبیرهای مشخص اندیش. همچنین تشکیل نقطه‌های خدمت‌رسانی معاصر در مسیر شهرهای دوشنبه چناق برای مردم نهایت منبع علاوگی جایهای کاری و درآمد می باشد. نهایت دارای امکانیت و ذخیره‌های بزرگ سیاحی می باشد. ولی هنوز این امکانیت‌ها با طور ضروری استفاده نشده ایستادند. تاریخ قدیمه و یادگاری‌های زیادی باستانی نهایت، آب و هوای مساعد، رسم و آیین‌های خاصه مهمان نوازی مردم، دریاهای کوهی و چشمه و گیاه‌های نادر و شفابخش، موقع خاص جغرافی، اینچنین موضع‌های استراحتی ناحیه از قبیل خرمدره، سبزدره، نسیم کوهسار، استقلال و دیگرها که می‌توانند با رشد سیاحی کوهنوردی، پیاده‌گردی کوهی و ورزشی، اکولوژی، تاریخی و معرفتی، اتیکی و شکاری بین‌المللی مساعدت نمایند تا به حال به طور ضروری معرفی نشدند. هرچند که در 5 ماه سال 2021 حجم خدمت‌رسانی‌ها در انشاءات خدمت‌رسانی نهایی نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 3 برابر زیاد شده است. ولی یک قطار کمبودها با مثل سطح و صفت ناکفایه خدمت‌رسانی و طلبات معاصر جاودانه بودن انفراستراکچور سیاحی و در حالت تعمیر طلب قرار داشتن راه‌های محلی از جمله مسئله حل طلبی ساخته می باشد. دیروز من برنامه سفرم کمتر در داخل تغییر دادم. بگویی در بینم که راهبر تپر تپر زدن، برای که اون راهایی که کمتر آب زده رفته بودن تعمیر کرده بودن عوض شد. لکه رئیس ولایت، رئیس نهایت راهی که حاضر ما آمده مید، راهی که شما تیار نکرده بودین. انا که بعد بینیتون چند کیلومتر رو باشد دیده نه همراهی من آمده نخی. راهی تعمیر کردیتون نخودتون باید مردم اینش تعمیر کنید کن درست کنید. نشاد سوز. بله. تاکید نسازم که رشد ساحه سیاحی عامل مهمی تأسیس جای نوی کاری و سرچشمه درآمدی علاوگی اهالی ناحیه می باشد. مردم شریف تاجیکستان امروز در دوره آمادگی به جشن مقدس و مبارک ملی امان 30 سالگی استقلال و آزادی کشور قرار دارند و زحمتی سازنده را به خاطر استقبال ارزنده این سنه بزرگ تاریخی تا وسعت بخشیده ایستادند. سهمی ساکنان وطن دوست ناحیه شهرستان نیز در این روند بسا ارزشمند میباشد. باور دارم که مردم سربلند و زحمتکشان ناحیه شهرستان من بعد نیست با کار و فعالیت سازنده خویش برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن وطن محبوبمان، تحکیم دستاوردهای استقلال، حفظ صلح و ثبات کشورمان و تحکیم وحدت ملی سعی و تلاش بیشتر میکنند. در آخر کل ساکنان ناحیه را بار دیگر به افتخار 30 سالگرد استقلال دولتی تبریک گفته به همه شما برای زحمت صادقانه و استقبال صمیمانه‌تان ایثار سپاس میکنم. به خاندان هر یک ساکن ناحیه خوشبختی و تنصیحاتی، روزگار پرفیض و برای موفقیت آرزو می‌نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز. برآمد من در خدمت شما. تاجیکستان مادری جان شکر مادر میکنیم، ذره خاکی تو را هم وزن گوهر میکنیم. صد قسم از نام فرزندانی با آر و شجاع شهرتت را تا
تا ثریا زیب کشور میکنیم. السلام علیکم. اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت. من سنجر کنجایف، ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3، گیرنده استیپندی پرزیدنتی در سال تحصیلی 2019-2020 می باشم. ما نسل نورسی دوران استقلال شکرانه از آن داریم که در تاجیکستان آباد و آزاد در زیر آسمان صاف و آفتاب صلح و وحدت زندگانی داریم. برای علم آموزی و صاحب کسب و کار گردیدن در وطن عزیزمان همه امکانیت ها فراهم آورده شده است. اینچنین تشکیل و برگزاری آزمون های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت، زیاد گردیدن شماره گیرندگان استیپندی پرزیدنتی ما جوانان را وادار می سازد که بیشتر و خوبتر خوانیم و به موفقیت ها نائل گردیم. محترم جناب عالی، ما جوانان ناحیه شهرستان به شما پیشوای معظم ملت عرض سپاس می نماییم، زیرا همیشه از دستگیری و غمخواری های شما سرور محبوب کشور برخوردار هستیم. شما همیشه تاکید می سازید که جوانان آینده ملتند. ما پیروان شما پیشوای معظم ملت هستیم و با افتخار و سربلندی ابراز می داریم که برای تامین آرامی و آسودگی و حفظ مرز و بوم کشور همچون فرزندان صادق وطنی محبوب همیشه آماده ایم. نمیگذاریم که ناخلف ثبات و آرامی کشور عزیزمان را خللدار سازد. در زیر پرتو خورشید صلح و وحدت همچون نسل سزاوار زمان به وایه رسیده بهر گلگل شکوفی وطنمان سهم ارزنده خیش را میگذاریم و تاجیکستان را به جهانیان همچون کشوری پیشرفته معرفی می نماییم. مهمتر از همه به باوری شما جناب عالی سزاوار خواهیم گشت. ما با شما افتخار داریم، پیشوای معظم ملت. از توجهتان سپاسگزارم. اگر شخص سواد داشته باشد، مثلا جوانان ما اگر سواد مکمل داشته باشند، دو زبان خارجی را دانند، کسب و اختصاص بلند داشته باشند، صاحب همه چی میشه. چی در تاجیکستان در کدام کشوری باشد، نانش میآورند، جای کارش میاد، زندگیش پیش میبرد، آبروی ملت و دولت میشه. دوستان عزیز، من تاکید میکنم بار دیگر اکثریت پدر و مادرها هستیم، بابا هستیم، ماما هستیم، فرزند داریم، اویلادار هستیم. اونایی که ندارن حتما اویلادار میشن، صاحب فرزند میشن. همه کاراتون یک طرف مونه. پیش از همه آرزوی هر یک پدر و مادر وقتی اویله برپا میکنن برای چی؟ اویله ایله برپا میکنن برای چی است؟ برای چی اولیادار میشن؟ برای فرزند کنن. وقتی تولد شد خرسندی ما با آخر برسد. برعکس ما تربیه کردیم، مدکار تربیه کنیم که آینده فرزند ما نامبردار پدر و مادر باشه، متخصص شود، که کسب هنر داشته باشد که بعد سر ما شما در زندگی اذیت نکشد. یعنی اهمیت اولین درجه داده مدکار با تربیه فرزند، با نسل جوان. یکان چرا سختی نکنید. برای سر و لباس، شرایط خواندن، تحصیل، برای جانبینیش وسیع کردن، دیگر تربیه خوب، البته تربیه درمدی اول میسد. ما دیده ایستادیم. یه روز جوانان ما
قریب در 49 دولت دنیا تحصیل کرده ایستادن، بیش از قریب 40,000. دیگه این کم است. دولت رو کی آباد میکند؟ دولت چقدر خواهی که پیشرفته ترقیات با کشورهای متمدن وای باشد، کادر تیار کرده آماده کار، ملت باسواد شدنش کار، استعداد، معمار، طبیب، متخصصان، دانشمندان با قوت. من تاکید من با میگم همه ما شما با تربیت فرزندان مشغول باشیم. ساحه علم و معارف، علم و تکنولوژی است. ملتی باسواد، متخصصان دولت را آباد میکنند. سلام و درودی سرشار از مهر و محبت، صدق و صداقت و صمیمیت دلمان را بر شما عرضه می نمایم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت. گلبهار سلطان و هستم، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 دهه آبادی. مقدم مبارک شما را جناب عالی به شهرستان بهشت‌آسا شاد باش میگویم. با قدوم خجسته و تشریف فیضبار شما، دهه آبادی امروز به نامش باز هم مناسب تر گردید. افتخار از آن داریم که در تاریخ دهه همان اولین مراتبه سرور دولت، پیشوای معظم ملت را با یک جهان شادی و فرح پذیرایی می نماییم. بنیاد مکانی علم و معرفت و با اشتراک شما به استفاده داده شدن آن، رویدادی فراموش ناپذیر است که در دل و خاطرمان جاودانه ثبت خواهد گردید. ما جوانان دوران استقلال در زیر سیاست خردمندانه از دستگیری های شما بهره‌ور گشتیم. من نیز سزاوار نام گیرنده استیپندی پرزیدنتی و کوات پرزیدنتی گردیده، دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورف را با دیپلم سرخ ختم نمودم. از این رو شما را جناب عالی پدری معنوی خویش می حسابم. هنگام آمادگی به آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، از آثار کلاسیکان درباره انوشیروان عادل قصه ها خوانده ام، لیک عدل شما را از آن هم بیشتر می بینم. شجاعت و جسارت قهرمان های شاهنامه در نزد کارنمایی های وحدت آفر شما امروز فسانه گشت. ما از سیمای نوربار شما پیشوای ملت، روی ملت و نور ملت را میبینیم. از خطهای خوشتاله جبین شما خطی تقدیر ملت را میخوانیم. از نام مردم مهنتخرین ناحیه سپاسگزاری به اندازه اظهار نموده، خواهان آنیم که همیشه تاج سر دولتمان باشید، زیرا شما نور رحمان در سرزمین ما هستید. چون پاسخ به غمخواری های شما، ما سعی و کوشش به خرج می دهیم که جشن همایون 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با ارمغان های شایسته استقبال بگیریم. نسل آینده ساز را در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی، ارجگذاری به مقدسات دولتی و هویت ملی تربیه می نماییم و به وطن محبوب خویش صاف دلانه و صادقانه خدمت می نماییم. محترم جناب عالی، از فرصت مناسب استفاده برده از نام کل ساکنان ناحیه شما را با جشن فرخنده 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از صمیم دل تبریک و مبارکباد میگویم. سلام علیکم. سروری صاحب قیرانی تاجیکان خوش آمدید. حامی این ملک سامان جاویدان خوش آمدید. سینه را کرده سپر بحر استقلالیت، ای حبیب مردم عالی نشان خوش آمدید. سلام علیکم. السلام علیکم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت،
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ, سلام علیکم. ман парвина исоева донишҷӯи соли 4 факултаи филологияи тоҷикӣ бахши рӯзноманигории донишгоҳи давлати хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров мебошам. назари нек, таваҷҷӯҳи хоса, лутфу меҳрубонӣ ва ташаббуси наҷиби шумо буд ки ҷавонони ноҳияи шаҳристон бо супоришу ҳидояти шумо пешвои муаззами миллат дар донишгоҳҳои олии кишвар таҳсил карда истодаем. мо ҷавонони даврони истиқлол хушбахт аз он ҳастем ки сиёсати давлатии ҷавонон дар меҳвари сиёсати шумо ҷаноби олӣ ва давлату ҳукумат қарор дорад. шукри истиқлолият, шукри ваҳдати миллӣ, шукри озодии миллат ки бо шарофати сиёсати хиратмандона ва маорифпарваронаи шумо муҳтарам пешвои муаззами миллат ҷавонони ноҳияи шаҳристон дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва берун аз он таҳсил намуда соҳиби касбу ҳунарҳои муосир гардида истоданд. муҳтарам пешвои муаззами миллат, чунон ки шумо муҳтарам пешвои муаззами миллат пайваста таъкид мекунед, рушди соҳаи сайёҳӣ ба пешрафти иқтисоди миллии кишвар такони ҷиддӣ бахшида шумораи сайёҳонро ба мамлакат зиёд менамояд ва барои ҷойҳои корӣ имкони бештар фароҳам меорад. дар ин радиф ноҳияи шаҳристон бо манзараҳои зебову дилфиреб ва иншооти таърихию фарҳангии худ ба яке аз минтақаҳои сайёҳии кишвар табдил ёфта истодааст. ҳамчунин соҳаи кишоварзӣ хеле рушд намуда ноҳия ба яке аз минтақаҳои бузурги истеҳсолкунандаи картошка ва маҳсулоти кишоварзӣ табдил ёфтааст ки ба таъмини истеъмоли бозорӣ ва амнияти озуқавории кишвар заминаи бузург фароҳам меорад. ҷавобан ба ғамхориҳои падаронаи шумо тамоми нерӯи ақлониву ҷисмониямонро ба донишандӯзӣ, интихоби касбу ҳунарҳои муосир, аз худкунии забонҳои хориҷӣ, рушди илму техника равона намуда, ҳамчун мутахассисони варзида барои ободии сарзамини аҷдодӣ, ҳимояи ватан ва бунёдкориву созандагӣ талош меварзем. ҳамчун пайравони воқеии шумо пешвои муаззами миллат бо рӯҳияи баланди ватандӯстию меҳанпарастӣ ва худшиносиву худогоҳӣ оромию суботи кишвари азизамонро ки маҳз бо сарварии шумо муҳтарам ҷаноби олӣ ба даст омадааст ҳифз менамоем. хуш омадед пешвои муаззами миллат. саломат бошед. як соли дигар мо хатм кардан, а? бале ҷаноби олӣ. як сол пас хатм мекунӣ? баъд чӣ кор мекунӣ? баъд дар оянда ҳамчун мутахассиси варзида барои ватани азизи худ ҳодисаву рӯйдоди воқеии ҷомеаро инъикос карданд. агар журналистҳои мо, кормандони радио ва телевизион, рӯзноманигорон воқеӣ дуруст гуфтин гаштад, инам ҷашни 30 солагидам азан аз роҳбаро вобастагӣ дорад. ягон проблемаи ҳалнашаванда нест, фақат роҳбари қобилияти ташкилотчигӣ дошта дар кор, содиқ, поквиҷдон ки манфиати миллату давлат аз ҳама манфиатҳо боло монад, мардум дастгириш мекунад, проблема намешавад. баъзан қалами тез хуб аст. духтарам Назхон, кор кун, дар маркази вилоят кор кун, мо дастгирӣ матбуоти президенти дигар ҳамаш ки сафи ҷавоно, махсусан ҷавон духтарони мо, донишмандону олимоу дигар баланд шавад. як мар рақама бароитон мегӯям мардум, имрӯз дар замони истиқлолият мо як кори дар соҳаи маъриф кардем. 65% омӯзгорони мамлакатро бонувон ташкил мекунад. анаки сифати таълиму тарбияро мо вай мекарда истодем дар он муассисаҳои таълимӣ ки роҳбароншон
از حساب بانوها است. 100 تا صفت دانش، تعلیم و ختم کنندگان به دانشگاه‌های عالی تا 90% است. یعنی بانوان بسیار قدرتی بزرگ دارند. سلام علیکم. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی و علیکم السلام. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، من سید جان باباخانوف سابقه دار مهنت ساکن دهات شهرستان می باشم. با کمال احترام شما پیشوای معظم ملت را به سرزمین کوهن بنیاد و باستانی شهرستان خیر مقدم می گویم. رحمت کلام. قدم های شما به ناحیه شهرستان یکی از گوشه های زیبا منظر و دارای تاریخی قدیمه باستانی تاجیکستان خجسته و مبارک باشد. سلامت باشد. ما شکرانه میکنیم که تحت راهبری شما زیر پرچم یگانگی و یکدیگر فهمی زندگی آسایشته داریم. در تاریخ انسانیت همان ملت برد میکرده است که اگر تقدیر به وی شخصیت‌های بزرگ را هدیه کرده است. شما محترم جناب عالی شخصیت بی‌نظیر نه تنها در قلمرو کشور بلکه در عرصه بین المللی شخص شناخته هستید. شما سرور معظم ملت برحق احیاگری دولت تاجیکان هستید. این همه بنیادگذاری و آبادی و سازندگی و خرمی و زیبایی دولت تاجیکان شما هستید. محترم جناب عالی، در خاطر دارم که سال 2003 شما مرکز شهرستان با سفر کاری آمدید و از همانجا ایستاده به یک دورها نظر کرده چنین گفتید شهرستان را با شما همجایه گلستان میکنیم. آن نیت‌های نیکی که شما دل به پروریدید و گفته بودید امروز باز شاهد هستم من که شهرستان در حقیقت به یک گوشه های زیبا منظر کشور عزیز ما مبدل گشت. من خود دریا دارم، نزد دریا دارم، پیش آینه بارین است. فرق میکند اونایی که کلان ساله هستند دریا داشته باشند شهرستان چی بود و حاضر چی شده است، لیکن باز زحمت کشته آباد کرده و مونده کار خیلی امکانیت ها هست. میشه شهرستان علاقه در جمهوری نام برآورده است، نه اینکه در جمهوری خارج. این کسلی ها وای بود. من بدانم هزارها پیش از این کووید 19 سیاحان به خودی شهرستان مخصوصا به شهرستان برای استراحت برای سیر و تماشا می آمدن. میشود این برقرار میشه. با تشبث و دستگیری های شما پیشوای معظم ملت امروز ساکنان ناحیه شهرستان صاحب یک چند انشاءات های مهم گردیدند. محض با دستگیری های شما صدها کیلومتر راه ها منفرش گردیدند، صدها جای های کاری مهیا کرده شد. ما دیده ایستاده ایم که شهرستان با تشبث و دستگیری های شما به یک شهرکی آباد زیبا مبدل گردید. برای این غمخواری و دستگیری های شما محترم پیشوای معظم ملت از نام ساکنان وطن دوستی ناحیه شهرستان عرض سپاس
خیش را صدقاً بیان می نماییم. سلام علیکم. مرکز نویا چند قدر اهالی زندگی میکنند؟ امروز یک مشکلی اساسی که در شهرستان بود این آبی آشامیدنی. ما امروز برای اهالی شهرک 10,000 نفر ده آبی با صفت آشامیدنی را لایه را به استفاده دادیم. برای 15,000 دیگر دهات هم نیست کار شروع شد. بسیار آب سلامتی آبی با صفت بسیار کسری ها از همین آبی بی صفت میشه. یک مشکلی اساسی مردم همین بود. سلامت باشید. ما سابقه داران به جوانان مراجعت کرده گفتنی هستیم وطن خود را دوست دارید، آن را همیشه حمایه نمایید، دائما مبارزان صلح و صلاح باشید، سازنده و آبادکار باشید. سلامت باشید. محترم پیشوای معظم ملت، ما مردم شهرستان دست به دعا می برداریم و از خداوند تمنا می نماییم که در تاجیکستان عزیز ما همیشه صلح، وحدت، آرامی، همدیگر فهمی و آسمان کشور عزیزمان همیشه صاف و بی‌غبار باشد و شما پیشوای معظم ملت سایبان سر این ملت عزیز ما باشید. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. یک جان تشکر. یک جان تشکر زیاد. رحمت کلام. از صمیم قلب بار دیگر همه شما را برای پیشوازگیری صمیمیتان تشکر و میناداری بیان میکنم. بار دیگر به شرافت جشن استقلالیت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت میگویم. به هر کدام شما پیش از همه صحت سلامتی، عمر دراز و خدا کند که تمام آرزو، آمال و نیت‌های نیکی که ما شما داریم در این سال تاریخی عملی گردد. سلامت باشید. سلامت باشید.